سلام. دوستای عزیز، انشالله خوب و صحتمند باشین. اسمم امیر کبیر است. از فاکولته فارمسی پانتون کابل فارغ هستم و در طول 8 سال اخیر من حیث استاد انستitوت علوم طبی پوان غضنفر اجرای وظیفه میکنم. نظر به خواستهای مکرر متواتر و همچنان ضرورت جامعه فعلی، ما لازم دانستیم که یک بخش از فارمسی را، یک چنل داشته باشیم که بخش‌های از فارمسی را به توضیح بدیم، که شامل دو بخش میشه. یک بخش‌های تدریسی است که درس‌ها و یا شاگردات توضیح میشن و بخش دیگهش زیادتر بخش به انگلیسی Q&A میگن که بسیار زیادتر بخش سوالات و جوابات است که ما روزمره با شاگردات سر میخوریم و است که دوستایی که میشناسن بر ما روان میکنن. غرض از ایجاد مشخصا امی بود که ما بتونیم این معلومات به کل سطح افغانستان برسانیم، چون در بسیاری ولایت این امکانات به بسیاری کسان موجود نیست و بسیاریشون بر ما پیام میکنن، بسیاری موضوعات از ما مشخصا یک فرد پرسان میکنه، اما ما به این نتیجه رسیدیم که مشکل اگه یک فرد به ما دسترسی داره و بسیاری مردم نداره. اما در زمان فعلی همگی با یوتیوب آشنایی هم دارن، بلدیت هم دارن و میتونن همین درس ها رو از تعقیب کنن، استفاده کنن. هدف ما است که ما بخیر سلاید های خاص آماده بسازیم به خاطر درسی و هر سشن درسی ما، هر دوره درسی ما زیادتر از 15 الی 20 دقیقه وقت زمان در بر نگیره و موضوعات بسیار ساده، روانی و به طرز عامفهم به مردم و به شاگردات تشریح کنیم. نه بسیار مسلکی، البته بخش مسلکی هم شامل می باشه، اما عامیانه تر تشریح شود به نظر ما بهتر است. بخاطر کسایی که شاید اگر کدام مشکل تکلمی از لحاظ زبان می داشته باشن، اونا بتونن هدف بگیرن و به موضوع دسترسی داشته باشن دیگه. بعد انشالله به همین طریق در خدمتتان می باشیم. شما اگر سوالات و مشکلات یا پیشنهاد می داشته باشین، ما با دو چشم با گوش میشنیم و اجرات گوش میکنیم براتون بکنیم با امکاناتی که داریم دیگه. امیدوار هستیم که شما از معلومات استفاده کنین و با ما همراه باشین. تشکر. سلامت.